با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوق رجب‌بای احمدزاده جهت حفظ بنیاد و برقرارکنی جنگل که یکی از بایگری‌های دولت به حساب می‌رود، از طرف مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی ولایت سوق پیوسته تدبیرهای سودمند اندیشیده می‌شوند. همساله در موسم سرما از طرف کارمندان خواجگی جنگلی ولایت در یکجایی با کارمندان خواجگی‌های جنگلی شهر و ناحیه‌ها و ریاست حفظ محیط زیست در منطقه‌های آسیب‌پذیر جنگل کارهای بیوتکنیکی، یعنی با مواد خوراک تامین نمودن پرنده‌ها و حیوان‌های وحشی گذرانیده می‌شوند. تدبیرهای بیوتکنیکی امساله از ناحیه‌های شهرستان و دیوشتیچ آغاز گردیدند. در پرورشگاه دره سبز مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه شهرستان که مساحتش 18280 گکتار را تشکیل می‌دهد، برای پرندگان و حیوان‌های وحشی دون، خاشاک، کارتوشکا، سیب و نمک پوشیده شد. ما کارمندان خواجگی جنگلی مؤسسه دولتی ولایت سوق با همراه خواجگی جنگلی نوعی دیوشتیچ شهرستان امروز کارهای بیوتکنیکی را در منطقه گذرانده استودیم که این کارهای بیوتکنیکی از آن عبارت که با پرنده‌های و حیوانات وحشی تامین کردن خوراکواره. کارهای بیوتکنیکی با مقصد حفظ حیوانات وحشی و پرنده‌ها با آنها مهیا نمودن خوراک در فصل سرما و امین نگاه داشتن آنها در فصل زمستان گذرانیده می‌شوند. این اقدام از یک جهت عمل خیر به حساب رفته، از طرف دیگر به تلفیابی پرنده و حیوانات وحشی و زیادشوی آنها باعث می‌شود. در پرورشگاه دره سبز امروز ما برای امین نگاه داشتن همون پرنده و حیوانات هایی که در کوههای ناحیه شهرستان موجودند امروز ما اتمام گرفته به یک جایگی محیط زیست کردیم با آنها خوراک‌های زمستان گذرانی، یعنی پرسیکا، گندم، جو، کارتوشکا، سبزی، سیب و دیگر محصولات خواهی همین خواجگی کشور را ما حاضر در منطقه برای خوراکا کارمندا کتی تقسیم کرده برآمدیم که این سرشوی همون کارهای بیوتکنیکی بوده. با ماه‌های ینور، فوریه و مارت با این کارهای ادامه می‌داریم. در اقدام بیوتکنیکی در برابر کارمندان خواجگی جنگلی ولایت و ناحیه دیوشتیچ، همچنین کارمندان ریاست حفظ محیط زیست ناحیه شهرستان نیز سهم گذاشته برای حیوانات و پرنده‌ها به مقدار ضروری خوراک دسترس نمودند. سرد و سیربارش آمدن زمستان امساله برای حیوانات و پرندگان نادر در موضع کوهستان خصوصا در حدود پرورشگاه دره سبز ناحیه شهرستان مشکلی پیش آورده است. بعد بارشات برف روزهای آخر تل و تپه ها برفپوش گردیده است. حیوانات و پرندگان نادر برای دریافت خوراک به منطقه های نسبتاً پست‌تر می‌فراید. در این دوره وظیفه اساسی کارمندان حفظ محیط زیست و کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل گذراندن کارهای بیوتکنیکی میباشد. در ناحیه دیوشتیچ نیز با اشتراک کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی ولایت و این ناحیه در منطقه کلینی نوباد خواجگی جنگلی به نام غنیجان موسویف نیز کارهای بیوتکنیکی گذرانیده شدند. بنابر اطلاع مسئولین، گرچنده که در این منطقه حالا برف کم است، لیکن سردی هوا ضرورت پیش می آورد که به حیوان و پرنده ها خوراک دسترس کرده شود. امروز ما تصمیم گرفتیم که با کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی ولایت سوق برای خوراک حیوانات پرندگان یابایی 150 کیلو کارتوشکا، 50 کیلو سبوس، 60 کیلو جو، 80 کیلو خاشاک، 20 کیلو نمک و گندم майда 40 کیلو چاشیده شده. گرچنده که مثال بارش برف کم باشد هم هوا سرد است، برای حیوانات های یابایی خوراک پوشیدن ضرور می باشد. کارهای بیوتکنیکی از طرف کارمندان خواجگی جنگلی ولایت در یکجایی با مسئولین ناحیه‌های بلندکوه تا ماه مارت ادامه می‌یابند. همچنین از طرف مسئولین خواجگی جنگلی ولایت جهت پیشگیری غیرقانونی شکار پرنده و حیوانات منتظم سنجش‌ها گذرانیده می‌شود. در سال جاری 106 حالت شکار غیرقانونی آشکار و چاره‌جویی کرده شده، بیش از 100 عدد پرنده‌های غیرقانونی شکار شده از قفس آزاد کرده شدند.